دور جدید بمباران مناطق مسکونی غزه پس از 7 روز آتش بس صبح امروز از سر گرفته شد. تاکنون 37 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهید و شماری زخمی شدند. با وجود از کار افتادن ده‌ها بیمارستان در غزه، آمبولانس‌ها به سختی مجروحان را به مراکز درمانی رساندند. که دشمن تا زور نباشه ساحه را ترک نمیکنه. زور است که امروز در غزه 4 روز آتش بس میکنه. زور است که مملکت اعلام کرده، اگر نه بالله العظیم اگر رها بکنه. خوب است که جهان بشریت دانستند که خونخوارترین، خبیثترین، پلیدترین مردم در کره زمین یهود است که امروز فکر بکنه که بعضا 10,000 طفل سر بریدن، کشتن، بمباردمان کردن. که بشر بدونه که شما دیگه اینا رو به نام انسان یاد نکنید. حیوانات درنده جنگل سر از اینا شرف داره. طول تاریخ منافقین چیرهشان برملا میشه. در چی؟ در مبارزه و در جهاد. اگر نه خدا شاهد است جنگ غزه و فلسطین نمیشد، ما شما منافقین قرار نمیشناختیم. این ممالک اسلامی که در ظاهر مسلمان، در باطن مفسد، در باطن بی‌وجدان، در باطن بی‌غیرت، ایره نمیشناختیم. اگر تو میگی که جنگ غزه و فلسطین است، چرا آمریکا رو حمایت میکنه؟ تو رئیس مسلمان 22 مملکت عربی در پاریس خلاص چرا حرکت نمیکنی؟ تو مسلمانایی که در آسیا هستی دیگه چرا استفاده نمیشی؟ عین خداوند چهره منافقین برملا کرد که مردم شما بدانید که اینا منافقین قرن هستند، دروغ کلمه میخوانند، دام اسلام بر خود یک دام ساختند. اگر غیرت می‌داشتن در میدان مبر آمدن، از خواهر برادر مسلمانش دفاع میکرد. خدا شاهد است که روزهای بعد، سالهای بعد مبرای این جنایت‌های غزه و فلسطین، قتل‌هایی که به هزارها ویدیوی دلخراش، هزارها ویدیوی دلخراش، طفلک را میارن 5 ساله، هیچ کس از خانوادهش باقی نمونده. دکترها میگه چرا رقم برزی بگوییم که از خانواده تو هیچ کسی نیست؟ پدرت نیست، مادرت نیست، خواهرت نیست، برادرت نیست. الله ذات منتقم هست. الله محاسبه میکنه. اتی منافقین ذلیل و رسوا ببینید که در هر زمان رسوایی از اینها بلند شده میره. الله تبارک و تعالی دوستان عزیز، الله تبارک و تعالی عرب خوب کلام خدا را میدانند، خوب میدانند و به کس تن هم نمیتن. میگن که این کلامی که به نام قرآن است به کی نازل شده؟ به محمد عربی صلی الله علیه و سلم، و به کس هم تن نمیتن. الله تبارک و تعالی اینمی جبهه که مقاومت میکنه، جبهه حق را خداوند صفتش بیان میکنه که اینا در مقابل 10,000 نفر چی حالت داشتن، چی حالت را اینا سپری کردن. آیه دوم از سوره احزاب الله متعال میفرماید اذ جاءوکم من فوقکم، زمان که آمدن بر شما از بالایتان. یعنی یهود با پیغمبر تعهد شکنی کردن، قبیله بنی غطفان تعهد شکنی کردن، از بالا سر نبی علیه السلام و صحابه کرام حمله کردن. از پایین قریش چی کردن؟ حمله کردن. این خیلی مشکل است که گروه 3000 نفری در بین تمام دشمنان قرار بگیره، ولیکن ثابت قدم با یقین و با ایمان در مقابل دشمن بجنگن. ایجا باور کار است. این حالتا را از زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تا این زمان این کفار و مشرکین میدانند. حتی انگلیس مثال به شما میتونم، یگانه مملکتی که مستعمره را قبول نکرده، استعمار قبول نکرده و همیشه پیروز بوده، با واسه از اینکه مشکلات سرش آمده. انگلیس ها در این سرزمین آمدن، به این سرزمین آمدن، اینمی حالت که قرآن بیان میکنه همی حالت اینا چشیدن، ذلیل و رسوا از این ملت رفتن. قشون سرخ شوروی با تمام امکانات خود به این سرزمین آمدن، با شرمندگی و رسوایی رفتن که تا به حال نمیه. این حالت امریکا چشید. امریکا با تمام تجهیزاتش آمد، بزرگترین میدان هوایی را اینا جور کردن در کجا؟ بگرام. با تمام امکاناتش شکست خورد. ما باز براتون میگم دوستان عزیز، قول الحق ولو کان مرا، حق را بگوید اگر چی تلخ باشه. سر بعضی کسا شاید که دو صحبتای من از یوتیوب بشناسن شاید بد بخوره. درست که هر چی که مسلمان ها میشه بانیم، معامله بانیم، هر چی بانیم، خدا شاید است که زور نمی بود. با والله قسمی را بدانید. این مطال میگه آمد برای شما، آمد بر شما از بالایتان و من اسفل، از پایینتان 10,000 قریشی ها حرکت کردن آمدن. منکم از شما و این وقتی که زاغت الابصار، خیره شد چشم ها، استراب، ترس، حیرت. از این طرف یهود، از این طرف 10,000 مشرکین. ما چی رقم با اینا بجنگیم؟ چشم خیره میشه. کدام طرفه بگیریم؟ با کدام دشمن بجنگیم؟
دم کدام گروه بگیریم؟ این خیلی مشکل است. این کس میدونه دوستای عزیز، این کس میدونه که در مقابل دشمن خدا و پیغمبر جنگیده، یا در زمان انگلیس ها، یا در زمان روس ها، یا در زمان امریکا که این مملکت اشغال کردن. اینا میدونه که در جنگ قرار بگیری. ما شما که نبودیم دیگه مقصدمو تمثیلش هم میکنیم، گپش هم میزنیم. او کسی که در او حالت بوده و بمباردمان بوده و زدن بوده، بازی گپ خوبتر ای آیت میفهمه حالتش. و بلغت القلوب، آل دیگه چی شد؟ آل قلب ها به کجا رسید؟ الحناجر، یعنی جان ها به گلو رسیده از دست استراب و نارامی، حرکت دشمن، آمدن دشمن. و تظنون بالله ظنونا، هر کس گمان میکرد. مسلمان ها گمانشانی بود که ما پیروز هستیم، موفق هستیم، دشمن نابود میکنیم و شکست میدیم. منافقین خب برباد میشیم، از بین میریم. مسلمان ها شکست میخورن. در الله متعال میگه ما چی کردیم؟ هنالک ابتلیه مؤمنون، خداوند میگه ما این زمان ابتلا و آزمایش کردیم مؤمنان را. و زلزلوا زلزالا شدیدا، که اینا رسیدن به یک زلزله های حالت اضطراب شدید، اینا رو روبرو شدن. عین مردم های غزه و فلسطین ما تو میبینیم. داینموت یک حالت صحابه پیغمبر علیه السلام رسیدن. در ظاهرا بخوایم این فطرت وجود بشری ما است که اینموت یک تغییرات در وجود نه، اما الله متعال حالت منافقین را بیان میکنه که منافقین چی بهانه کردن، چی گفتن. منافقین اونا در کلام گپ دیگه ندارن. اونا میگن که در خانه های ما کسی نیست. ما چی هستیم؟ بیچاره هستیم. کسی نیست خانه های ما را نگاه بکنه. دیوارای ما پخش است، طفلایم خورده است. در خانه ما کسی نیست که اونا را چی بکنه؟ نگهداری بکنه. الله متعال میگه یقولون، میگوین منافقان، ان بیوتنا عورتون، خانه های ما چی است؟ عورت است، پخش است. دوست خدا مندازه، مال ما را تاراج میکنه، میبره. منافق همین بنا را میکنه. حالا چی میگه؟ چی بنا میکنن؟ اقتصاد ما از بین میره، مملکت ما از بین میره، روابط بین دول که داریم این ما از بین میره. او بچه ظالم، خدا عذاب گرفتارت میکنه، بانکی از بین میره. خواهر برادر مسلمان تو چه شهید شده میره، تو میگی که والا اقتصاد ما از بین میره، حکومت داری ما از بین میره، بانک از بین میره. خدا عزت میده. اینا نفهمیدن که دفاع کردن از مظلوم عزت است، دفاع کردن از مظلوم شرف است، مقام است، منزلت است، سرمایه خدا بلند میبره. اینا از بنده فکر میکنن، الله ذلیلشون میکنه. آل از این شما سعی کنید، این خون شهدا ناقی نیست. اینا گفتن که این خانه‌های ما دیگه چی است؟ این عورت است، ما بیچاره و ناتوان هستیم، نمیتونیم جنگ کرده. و ما هی بعورت، خداوند میگه خانه هایشون نیست بی سرپناه، هیچ مشکل نیست. کل خانه و همه چیزشون محفوظ است. ای یریدون الا فرارا، خداوند میگه اینا اراده ندارن مگر چی را؟ فرار را. اراده کدام چیز دیگه ندارن، ولیکن فرار اراده دارن که از ساحه بگریزن. ساحه را چی بکنن؟ ساحه را اینا ترک بکنن. کدام آرزوی دیگر ندارن. این فرار منافقین همی است. این شکست خورد الحمدلله. اسرائیل در مقابل غزه و فلسطین شکست خورد. بگوین الحمدلله. الله اکبر، الله اکبر. این شکست خورد. ای خاطرتان جمع باشه، لله الحمد. ان شاء الله ما شما شاکر از الله هستیم و شکرگزاری الله را بکنیم که اینا شکست خوردن. اگر نمیخوردن اینا چی نمیکردن؟ آتش بس نمیکردن، چون که اعلان کردن. در مقدمه ما گفتن که باید ما ختم بکنیم، اما ختم ندانستن. آیه 22 سوره احزاب، الله تبارک و تعالی چی میگه؟ او حالتهای منافقین است. منافقین این گونه فرار میکنن، ولیکن عاشق مؤمن با جان شهادت خریداری میکنه و قبول میکنه. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، زمانی که مؤمنان احزاب را دیدن، 10,000 لشکر دیدن که آمدن، قالوا گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله، این وعده است که الله و رسولش به ما کرده. و صدق الله و رسوله، و راست کرد الله متعال آنچه که الله و رسولش گفته بود. راست شد که این الان ما گروه غاصب، گروه باطل، گروه مفسد و مشرک با ما چی شده؟ با ما رو بالا شده. آل ما بر بالایشان چی میشیم؟ بر بالایشان انشاءالله پیروز هستیم. و ما زادهم، ترس نکردن، نگریختن، خانه را بانه نکردن، مال خدا بانه نکردن، اولاد خدا بانه نکردن. چی میگه قرآن کریم؟ و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. در حق مؤمنایی که اونجا بودن 3000 نفر زیاد نکرد در حقشان. ترس، خوف، چی را زیاد کرد در حقشان؟ تسلیمی را، یقین را، باور را. با او ایمان که بودن، با ایمان بگام محکمتر ایستادشان در مقابل دشمن. پیروزی از آن از آشد. پس دوستای عزیز، هرگاهی که ما و شما میخواهیم، با یک مشکل بر میخوریم، پیشتر من از سر مقبرام این موضوع را یادآوری کردم، هرگاهی که ما شما
میخواهیم که مشکل ما حل شود، در مقابل دشمن ظاهر و باطن پیروز شویم. فاصله بین مشکل و بین حل شدن آن یک زانو زدن است. هرگاه ما شما میخواهیم مشکل ما حل شود، فاصله بین مشکل و حل شدن آن فقط زانو زدن است. زانو زدن در مقابل دشمن نه، زانو زدن در مقابل غیر خدا نه، زانو زدن در مقابل مشکل نه، فقط زانو زدن در مقابل خدا جل جلاله. که اگر زانو زدیم سر را ماندیم، به الله تسلیم شدیم، ارتباط قائم کردیم، دشمن ظاهر هم شکست میدیم، دشمن ظاهر و باطن در مقابل ما شکست میخوره. الله تبارک و تعالی دعا میکنیم بار اله. پروردگارا این پیروزی که برای مردم سرزمین غزه و فلسطین ما نصیب کردی، با وصف این که برایشان نه فرزند مانده، نه اولاد مانده، نه جای مانده، همه چیز خود از دست دادن، بار اله پروردگارا درجات کسایی که شهید شدن، درجات عالی والاتر برایشان نصیب بگردانی. باز مانده هایشان صبر جمیل عنایت بفرمایی. کسایشان پروردگارا که اونا زخمی هستند، شفای عاجل کامل از شفاخانه غیبت نصیب بگردانی. بار اله پروردگارا مسلمان ها را متفق و متحد بگردانی، از رنج و غم همه ما را دور بگردانی. بار اله اهل مجلس ما، پدرای سفید جوان های ما که در عبادتگاهی تو حضور دارن، از خاص آرزوی شریک داره برآورده خیر بگردانی، توفیق طاعت عبادت برای ما نصیب بگردانی. یک برادر ما خواهش دعا کردن، بقیش دعا میکنیم که بار اله این برادر ما هر کسی که هستن خودش خانوادهش مشکل داره، مشکلاتشون برآورده خیر بگردانی، مریضشان شفای عاجل کامل نصیب بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه.